این لحظه دعوت میکنیم سراینده محبوبی دلها ستاره پرجلوی استرادهی تاجیک، نفری که با فرهنگ و صنعتش تاجیکستان را معرف است، ستاره دوست داشتنی میان تمام فارسی زبانان جهان، ستاره غرب و شرق، شبنمی ثریا. شبنمی عزیز، بیا که در خدمت گل نثار خواهم کرد، بیا که از آمدنت افتخار خواهم کرد، بیا که آمدنت مژده شکوفایی است، خزان برگ دلم را بهار خواهم کرد. شبنمی نازنین، شبنمی میهن پرست، شبنمی مهربان با قلب سرشار محبت هدیه آورده است به خاطر این نفران مظلوم. شبنمی دلها، شبنمی که قلب صمیمانه و پرمهر دارد. زیبای محفل ها به قدر هر چراغ صحنه می باید رسید امروز که روز از شمال حادثه خاموش خواهد شد. علا رجوی منزل ها به قدر رهکشای اولین باید رسید امروز که روز فردای شما هم دوش خواهد شد. اما ای صاحبان وقتی خیش در ریابه، شما حالا جوان و کارگر و زنده داخل شبنمی ثریا، مرحبا. تشکر زیاد. السلام علیکم مهمانان عزیز و دوستان عزیز. راستین من امروز خیلی شاد شدم از دیدار هر یکی شما. خداوند نگهبان هر یکی شما باشد. خداوند با شما سلامتی، خانوادگی و خوشبختی آرزو مندم. سلامت باشد. همه گیتان خوش آمدین. تشکر زیاد. سلامت باشد. زنده باشد.
أخيت أيضا مش